تاجیکان در آینه تاریخ. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش‌ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. کتاب تاجیکان در آینه تاریخ از پیشگفتار مؤلف آغاز می‌یابد. ما کیستیم؟ از کجاییم؟ در کدام دودمان سبزیده‌ایم؟ نخست اجدادان ما کیها بودند؟ از کجا آمدند و در کدام بوم آشیان داشتند؟ تشکل فرهنگ و تمدن و دولت و دولتداری تاجیکان کی آغاز یافته و از کدام سرچشمه ابتدا می‌گیرد؟ مقام و حصه تاریخی ملت ما در پیدایش و پیشرفت تمدن مشترک آریایی نژادها تا کجاست؟ زبان مادری، رسم و آیین اجدادی، میراث تاریخی و فرهنگی و اصول دولتداری ما بنیاد ملی دارد یا از دیگر خلقیت‌های صاحب تمدن به ما گذشته؟ سوال‌های بالایی از صدها سوال دیگر که در دوران خودشناسی، استقلالیت ملی و احیای دولتداری نوین تاجیکان در پیش‌روی ما قرار می‌گیرند، هر فرد جوینده و بیداردل را به گذشته‌های دور تاریخ خلق تاجیک هدایت می‌نماید. روح روان فرزند فرزانه خلق اکادمیک باباجان غفورов شاد باد که شاه اثر بیزوال او تاجیکان واقعاً شناسنامه ملت ما گردیده برای تشکل خودشناسی ملی و رشد تفکر تاریخی مردم ما خدمت ارزنده نمود. این مرد بزرگ از آثارخانه بی انتهای تاریخ آثار تمدن و میراث فرهنگی ملت تاجیک را ذره ذره جمع آورده به رشته تحریر کشید، تنظیم و دوره‌بندی کرد و به عالمیان اثبات نمود که تاجیکان قدیمترین ساکنان و صاحبان این مرز و بوم بودند و هستند. اثر تاجیکان واقعاً شعله بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را به بار آورده، به فرزندان بیداردل و فدایی روح و مدار بخشید. در آن دوره‌ای که غایه‌های اینترناسیونالیسم ساخته مغز و استخوان نظام موجوده را فرا گرفته همه گونه کوشش‌های خودشناسی ملی سرکوب می‌شدند، از جانب راهبر مقام اول جمهوری دست زدن با آموزش تقدیر تاریخی ملت تاجیک خود یک قهرمانی بود. ما به گذشته به خاطر پرستش ساده‌لوحانه نیاگان نه، بلکه برای تقویت روح سازندگی، بزرگداشت خاطره نخست اجداد راهکشای ما که در درازای تاریخ به اقدام‌های نو کمر بسته به دستاوردهای بزرگ و غیرعادی نائل گشتند روی می آوریم. آخر یک سرچشمه واقعی خودشناسی ملی قبل از همه بنیاد دولت صاحب استقلال، وحدت ملی، رو آوردن به گذشته پر افتخار، حفظ تمدن و میراث فرهنگی نیاگان و پاس خاطر شخصیت‌های توانا و فرزندان بزرگ ملت می باشد. واقعاً مکتب خودشناسی، استقلالیت و دولت و دولتداری ملی برابر چندین عامل‌های ابجکتیوی و سوبژکتیوی باز یک آموزگار خیلی سختگیر و نکته‌سنج دارد که آن را تاریخ می‌نامند. سبق‌های عبرت‌آموز تاریخ راه گذشته و امروز و آینده را پیش‌روی ما قرار داده، چون حکم عادل گره برد و باخت‌های سلسله دولت و دولتداری‌های تاجیکان را برایمان می‌گشاید. بارها هنگام اثر منبر سخن گفتن و در واخوری و جلسه ها برآمد نمودن گشته و برگشته تاکید میکردم که دولت سامانیان را به هیچ وجه آغاز دولت و دولتداری تاجیکان خواندن روا نیست، زیرا خلق تاجیک تا عهد سامانیان سلسله دولت و دولتداری ها را بنیاد گذاشته در ماورای آسیای میانه چون قدیمترین ملت شناخته شده است و صحیفه های نخستین فرهنگ و تمدن عهد قدیم را در این سرزمین طرح‌ریزی و پایه‌گذاری کرده است. واقعاً تاریخ دولت و دولتداری تاجیکان به هزار ساله های بسا دور رفته می رسد که از سرچشمه های اساطیری و جنبه های روایتی آغاز می گیرد. این دوره اساطیری را
давраи подшоҳии сулолаи пешдодиён қаламдод карданд, ки ғолибан манзараи ҷомеаи ибтидоӣ ва соҳиби ақлу тамиз гардидану ба остони тамаддун расидани ягони моро дар ҷомаи ривоёту қиссаҳои дилангез фаро мегирад. модоме ки асотири юнонзамин, асотири бани исроил, асотири мисри қадиму бобулу ошур чун як рукни таърихи ин кишварҳои мутақаддим эътироф шуда бошанд, пас сулолаи асотири пешдодиёнро сарчашмаи таърихи давлату давлатдории тоҷикон ва дигар мардуми ориёӣ шинохтан айбе надорад. давраи давлату давлатдории сулолаи кайёниён зинаи аз асотир ба воқеияти таърихӣ гузаштан буда ба аҳди подшоҳии гуштосп рост меояд. пойдевори воқеии давлати бохтару суғди қадим маҳз дар ҳамин давра гузошта шуд. садҳо шаҳрҳои ободу шаҳристонҳои овозадори ниёгони мо, роҳҳои корвонгарду марказҳои бузурги тиҷоратӣ дар ҳамин давра қомат афрохтанд. аҳди давлату давлатдории бохтару юнон ва кушониён бошад бузургтарин саҳифаҳои таърихи кӯҳани миллати тоҷик аст, ки ҳанӯз ҳам пурра омӯхта нашудааст.